بله، این خلاصه‌ای بود از فرمایشات استاد عزیزم، استاد محمدی شاهرودی عزیز. حالا علتش رو میگم که چرا امشب در خدمتشون هستیم. اجازه بدید خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض داشته باشم. آقا سلام عرض کردم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. محبت بخیر باشید ان شاء الله. زنده باشید ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، روزی قبولی طاعات، عبادات. یکی از عبادات خوب شما نشستن پای تلویزیون و این برنامه‌های معارفی رو دیدن و گوش کردن که تعلیم و دو بار تو سوره بقره اومده، یک بار تو سوره آل عمران، یک بار تو سوره جمعه که پیامبران اومدن برای تعلیم و تربیت. و الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خب کسانی که در حال تعلیم و تعلم باشند در راستای رسالت پیامبران هستند، کمک میکنن به رسالت پیامبر، چون پیامبران اومدن برای این کار. کسانی هم که توی این مسیر باشن در واقع همراهی میکنن با پیامبران. ان شاءالله که حاصل برنامه ما یک قدم در جهت تعلیم و تعلم باشه. زنده باشین. حتما همینطوره. ما خیلی بیننده داریم که در مسیر پیامبران هستن با این توصیف شما. یعنی علتش، حالا من از همینجا شروع بکنم توضیح بدم که چرا ما امشب هم در خدمت استاد هستیم. علتش ایناست، یعنی تعداد زیادی سوال دریافت کردیم ما که فکر نمی‌کردیم اینقدر حجم سوالات زیاد باشه به برکت حضور استاد. و چی بهتر از این که همش مسیر تعلیم و تعلم خواهد بود همونطور که فرمودیم. مدیر محترم گروه معارف و علوم قرآنی شبکه قرآن و مدیر محترم شبکه وقتی دیدن اینقدر حجم سوالات زیاده، صلاح دونستن و تصمیم گرفتن که ما یه برنامه دیگه در طول هفته رو هم اختصاص بدیم به پرسش سوالات شما که خیلی زودتر به پاسخ سوالاتتون انشاءالله برسین. هرچند باز همین قدرم کمه، اما باز یه مقدار شرایط رو بهتر میکنه برای اینکه شما زودتر پاسخ سوالاتتون دریافت بکنید. خب بریم سراغ طرح سوالات با اجازه شما. زنده باشید. سامان پیام کوتاه ما هم که دوستان من مرتب زیرنویس میکنن برای سوالات جدیدی که احیانا براتون پیش میاد بتونید از این طریق مطرح بکنید. اونهایی که با اسم پیام دادن من اسم مبارکشون رو میخونم، اونهایی که اسم ننوشتن و اینکه از کجا پیامک فرستادن دیگه شماره رو نمیخونم، فقط سوالات رو مطرح میکنم. آیا خداوند بهشت و دوزخ را قبل از نافرمانی شیطان خلق کرد یا بعد از اون؟ عرض کنم که بهشت و جهنم یک زمین قفر خالی و هیچی توش نیست. این اعمال بندگان خدا هست که بهشت رو بهشت میکنه و جهنم رو جهنم. بنابراین بعد از آفرینش آدم ابوالبشر و حوا، این دو نفر و فرزندانشون و اینها که اعمالی انجام دادن، یواش یواش بهشت آبادتر میشه یا جهنم خدای نکرده اونجا براش آتش و مار و عقرب و اینها خود ما اینجا میفرستیم، اونجا میره. و پس قبل از اینکه شیطان نافرمانی بکنه زمین بهشت و جهنم بود، جایگاه بهشت و جهنم بود، ولی اینکه قصری باشه و اصلا باغ و زیبایی و این حرفا یا اینور آتشی باشه و اینا همینطور، اینا اعمال ماست. درست. پیامبر در شب معراج به دست فرشته ها برخورد که دید دارن با مسائل مثل آجر، مثل طلا و نقره و اینها دارن قصرهایی میسازن. گاهی هم دست کنیم مسائل تمام بشه ما هم تعدیلش میکنیم. گفت مسائل شما چیه؟ گفتن که عبادت بندگان خدا، کارهایی که بنده خدا انجام میدن میشه مصالح ساختن این ساختمان های. پیامبر فرمودن کسی بگه سبحان الله تو بهش یک درخت براش کاشته میشه. الحمدلله یه درخت، لا اله الا الله یه درخت. یه فرد از قریش که اونجا بود گفت که پس ما یا رسول الله باغ‌ها داریم تو بهشت، شما یه تصویر از زهرا که میگید یه باغ مجهز و مفصل. آره دیگه. پیامبر فرمود بله، ولی مواظب باشید آتشی نفرستید که همه رو با آتش بکشید. همه باغ‌هایی که درست کردید با یه آتش همه رو خاکستر نکنید. پس بهشت و جهنم با اعمال ما درست میشه.
نکته دوم که عرض می‌کنم یه نکته دقیق است که حتما دوستان بیننده باید بیشتر هدایت بفرمایند. یاد باشید این زمان که حالا قبل بعد مال دنیاست. از دنیا که شما فراتر رفتید دیگه زمان به این معنا نداره. و فرض اینه که بهشت و جهنم در آخرتن. آخرت عالم دیگری است غیر از این عالم. اونجا دیگه بهشت و جهنم به این معنا نمیشه تصور کرد. ولذا پیامبر در شب معراج بهشتی ها رو دید، جهنمی ها رو دید. کسانی که بنا بود 10,000 سال دیگه به دنیا بیان، اگر اهل جهنم بودن تو جهنم اونها رو دید، اگر اهل بهشت بودن تو بهشت اونها رو دید. از اون زاویه که نگاه میکنید دیگه به این معنا زمان معنا نداره. زمان مال اینجاست. از این طرف از زمانی که آدم و حوا رو اومدن رو زمین و با توبه آدم بهشت آباد شد و با گناه قابیل جهنم آباد شد. و ادامه ماجرا تا همین الان همچنان بهشت و جهنم دارن. خیلی خوب، ممنونم استاد. گفتن مادرم از دنیا رفته و فکر میکنم اونطور که باید ازم راضی نبوده. چی کار کنم که توی دنیا و آخرت عذاب نشم؟ عرض کنم که در روایت داریم که چه بسا کسانی که در زمان حیات پدر و مادر عاق والدینن، مادر ازشون راضی نیست، پدر ازشون راضی نیست، بعد که از دنیا میرن شروع میکنن دیگه پشیمان میشن، شروع میکنن کار خیر براشون انجام دادن، حقوقشون رو ادا میکنن، به یادشون هستن، به زیارتشون میرن، براشون خیرات و مبرات میدن. حالا خیرات فرهنگی خیلی خوبه، خیرات مالی مثلا دستی فقیر رو بگیرن، یک یتیمی رو مثلا سرپرستی کنن به نیت پدر و مادر. از حقوق بیرون میان، دیگه عاق والدین نیستن، میشن بار والدین. خیلی خوب. یعنی بعد از مرگشون پس راه جبران اینجوری هست. چنان که عکسش هم داریم، کسانی که زمان حیات پدر و مادر اینا بار به والدینن، چون خوب بودن، اذیت نکردن، پدر مادرشون راضی بودن. بعد از مرگ پدر و مادر دیگه فراموششون میکنن، گویی که اصلا پدر و مادری نبوده. بعد از مرگ عاق والدین میشن، بعد از مرگ پدر و مادر عاق والدین میشن. ولذا راه حلشون اینه که از الان شروع کنه، از حقوق واجب مادر شروع کنه. پس خیلی همون فکر میکنیم وقتی پدر و مادر از دنیا رفتن دیگه ما عاق والدین نخواهیم شد، چون نیستن که ما رو عاق کنن. پس اینجوری عاق ممکنه بشه. بله. عاق بعد از مرگ هم داریم که خب اونا به حق دارن به گردن ما، وقتی ما این حق رو ادا نمی‌کنیم میشیم عاق والدین. انتظار دارن به شدت. اتفاقا بعد از مرگشون نیازشون خیلی بیشتره به ما تا زمانی که تو دنیا اصلا خودشون میتونن کاراشون انجام بدن، خیلی به ما نیاز ندارن. اما بعد از مرگ دستشون کوتاست کلا، چون دستشون کوتاست به شدت واجب شروع کنن. اگر حق و ناسی به گردنشون هست، کسی اذیت کردن یا حق و ناس مالی به گردنشون هست، اونا رو ادا بکنن. اگه نمازی نخوندن، روزه‌ای نگرفتن. در مورد 7 آسمان توضیح بدین لطفاً، و اینکه بالاتر از ما هستن یا پایین‌تر؟ سوالشون اینطوری. از قرآن برمیاد که ما 2 نوع آسمان داریم. یه آسمان همین آسمان مادی، ستاره‌ای که ما می‌بینیم. بله. و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ما آسمان دنیا رو، این آسمان اول رو با ستاره‌ها زینت بخشیدیم. بر حسب این آسمان به این معنا که آسمان مادی باشه، اون چیزی که ما خبر داریم همین آسمان اول، اونم نه کامل، همه اون چیزی که ما می‌بینیم، حالا چه با تلسکوپ چه با چشم غیر مسلح، این آسمان اوله. 6 مجموعه دیگه مادی هم هست، فقط می‌دونیم که طبقاً به قول قرآن قرار گرفته، یعنی طبقه هستن. طبقه اول این آسمان اول، 6 طبقه دیگه هم هست که اطلاعی ما از اون طبقات نداریم. فقط همین آسمان اول که عرض کردم که ستاره‌هاش دنیا رو زینت دادن، اطلاعات ناقصی داریم. پس یک آسمان به این معناست. درست. 7 طبقه، 7 آسمان که ما از آسمان اولش اجمالاً خبرهایی داریم. آسمان به معنای دیگه هست. مثلا فرض کن که و فی السماء رزقکم در قرآن داریم، و فی السماء رزقکم و ما توعدون. آنچه که به شما وعده دادن و روزی شما از آسمان نازل میشه. این آسمان دیگه این آسمان مادی نیست، از این آسمان روزی ما نازل میشه. یا اون آسمانی که پیامبر اون آسمانایی که پیامبر در شب معراج سیر کرد،
سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. بعد ادامش که از مسجد الاقصی تا سدرة المنتهی پیامبر 7 آسمان رو طی کرد. هر آسمانی هم حوادثی رو، یعنی مشاهدات عجیب و غریبی پیامبر دید. مثلا در آسمان اول با روح بعضی از پیامبران ارتباط برخورد کرده، همینطور تا رفته آسمان هفتم مراحل پیامبر مشاهداتی داشته، با پیامبران گفتگو کرده، با فرشتگان، اصنافی از فرشتگان و پیامبر تو این مسیر مشاهده کرده، باشون گفتگو کرده. به این معنا هم 7 آسمان هست، منتها اینجا دیگه 7 آسمان مادی نیست، بلکه 7 آسمان معنوی است که از جواد برمیاد که هر آسمان بالاتر از آسمان دیگر و هر کدام عالمی هستن که خصوصیات خودشونو دارن. درست. خیلی ممنونم استاد. خب ما یه فاصله بگیریم، شما یه استراحتی بکنیم، برگردیم باز بقیه سوالات می‌پرسیم. با اجازه. خیلی ممنونم از همراهیتون. من سریع برم سراغ طرح سوال بعدی. گفتن از حاج آقای محمدی شاردی بپرسید چرا دست آدم نمک نداره؟ این خیلی آزاردهنده است، آدمو افسرده میکنه، ناامید میکنه. با اینکه میدونم نیت باید برای خدا باشه، ولی خب ما که کامل نیستیم، با انسان ها داریم زندگی میکنیم. اولا که مطلب کلیت نداره که بگیم که همیشه دست آدم مثلا نمک نداره. هیچ کس منظور نداره، همه بی منظورن، همه قدر ناشناسن، اینجوری نیست. حالا ایشون گرفتار آدم اینجوری شده، اینجوری افتاده، نمیتونه بگه که همیشه دستا نمک نداره. خیلی از دستا نمک داره، خیلی از انسان ها منظور دارن. مطلب دوم این که علتش اینه که خب اون افراد خدا رو نشناختن و شاکر خدا نیستن. وقتی شاکر اصل نیستن دیگه اون مخلوق که به طریق اولا اینا شکر خدا رو به جا نمیارن، در نتیجه شکر مخلوق رو هم به دست به جا نمیارن. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از مخلوق تشکر نکنه از خالق هم تشکر نمیکنه. کسی هم که از خالق تشکر نکنه اون وقت اصلا دیگه نمیتونه از مخلوق تشکر کنه. آره. اما نکته اصلی که خودشون هم اشاره کرده، در واقع به این نکته باید بیشتر پرداخته بشه، اونی که اگر ما کارمون رو برای خدا انجام بدیم، مخصوصا تو محیط خانواده و آشناها و اقوام اینها، انتظار تشکر و قدر شناسی ها نداشته باشیم، ببین من برای خدا انجام میدم و اجرش هم از خدا میخوام، اولا کار خیلی مطبوع و دلپذیر میشه. ثانیاً از این که اونها قدر شناس نیستن، به قولیشون از کنم که نمک ناشناسن، نمک نشناسن، اصلا خیلی خوشحال میشه چون اجرش بیشتر میشه. هرچی کمتر ازش تشکر بشه، کمتر اونها بفهمن، اجرشون بیشتر میشه، کارش خالص‌تر میشه و بیشتر میشه برای خدا. دیگه انسان ناراحت نمیشه. اولا اصلش انتظار نداره، میگه من برای اینا که انجام ندادم، من برای خدا انجام دادم، خدا هم دید و اجرش هم میده. هیچ ناراحت نمیشه که اینها قدر شناسی بکنن یا نکنن. و ثانیاً هرچه قدر شناسی نکنن بیشتر خوشحال میشه و دیگه مطلب براش سخت نیست که میگن افسرده میشه آدم، ناامید میشه، دیگه اینجوری نمیشه دیگه. نه، همین مال اینه که ما میخوایم که اونا قدر شناسی کنن، نمیکنن ناراحت بشیم. گاهی به ما میگه که مثلا میگه که مادر شوهرم هرچی من خوبی میکنم متوجه نمیشه، یا شوهرش مثلا یا همسرش. میگه مشکل شما اینه که کار رو اون انگیزه و داعی شما درست نیست. اگر انگیزه و نیت شما خدا باشه به هیچ وجه ناراحت نمیشید. هرچی که اونها کمتر بفهمند و کمتر قدر شناسی بکنن شما خوشحالتر میشید. وقتی برای اونها کار انجام میدی، اولا کار برکت نداره و ثانیا اگه قدر شناسی نکردن شما میبری، میگی خب این کار بی نتیجه بود، من زحمت کشیدم ولی نتیجه نگرفتم. و درست هم هست، اگه کار برای خدا نباشه نتیجه نداره دیگه، ابتره. همینطوره. کار که برای خدا باشه، کار بسم الله باشه، ابتر نیست. بسم الله نباشه، کل امر زیبال لم یبتدا بسم الله و ابتر. کاری که بسم الله نباشه ابتره، نتیجه نداره، اصلا ناراحت میشه چرا من زحمت کشیدم ولی کارم نتیجه نداشت. این نکته آخر نکته مهمی است. آره، چقدر خوب آدم واقعا هر کاری که میکنه نیت برای خدا بکنه.
هم ثوابش خیلی زیادتر میشه، هم تاثیرگذاریش به نظرم. خود انسان خیلی راحت و خیلی آره بدون توقع. خیلی خوب. گفتن که در برنامه یاد خدا از استاد شارودی سوال داشتم، از شرط‌های قبولی دعا توبه نصوحه و پاکی قضا، دوری ظاهری و باطنی از رذایل اخلاقی و کسب اخلاق و یقین و اینها. بالفرض یکی بعد از طی این مراحل مستجاب الدعا شد، آیا این مانند کلیدیه به شکل کلمات موجز یا رمزدار که با استفاده از اون هر حاجتی مستجاب میشه و چیزی که صاحب آن به دیگری هم میتونه انتقال بده یا نه؟ اولا این که اونها شرط دعا باشه اینجا ما حرف داریم. بله این که اگر انسان حرام خورده باشه دعا کنه دعاش مستجاب نمیشه، یا خدا رو نشناخته باشه دعا کنه دعاش مستجاب نمیشه و چیزی از این قبیل، نه درسته. میگیم که توبه نصوح شرط استجابت دعاست؟ نه، توبه نصوح باعث استجابت دعا میشه. انسان اگر توبه کرد توبه کامل مستجاب الدعوه میشه، اما شرط استجابت دعا توبه نصوح نیست. این دو تا از هم جداست. توبه است. برخی از مواردی که ایشون گفت اینا شرط صحت دعا نیست، شرط استجابت دعا نیست. این بحث مفصل تری لازم داره. در رابطه با دعا ما 5-6 فصل جدا رو باید از هم بررسی بکنیم. یکی حقیقت دعاست، ماهیت دعاست، دعا یعنی چی. قالب کارهایی که ما میکنیم اسمش دعا نیست، ما خیال میکنیم دعا میکنیم. دوم شرایط استجابت دعاست. سوم موانع استجابت دعاست، موانعی که میاد دعا رو حبس میکنه نمیذاره بره بالا. چهارم آداب دعاست، اونم باز خودش یک فصل بسیار طولانی است. پنجم آثار دعاست که ما خیال میکنیم که دعا فقط همون نتیجهش همونه که ما میخوایم، اگه نشه دیگه، در حالی که آثار فراوان دیگه ای داره. بلای دفع کرده، به تأخیر افتاده و آثار فراوان دیگه. بحث بعد این که چه کسانی دعاشون مستجاب میشه، بحث بعد این که چه کسانی دعاشون مستجاب نمیشه، بحث بعد این که فلسفه تأخیر اجابت چیه، چرا دعاها به تأخیر میفته. اینا بحثای طولانی است که حالا ازش میگذریم. پس نکته اول این شد که اونگونه که ایشون اونا رو شرط استجابت قرار داده، بعضی شرط استجابت نیست. مطلب دوم این که گفتن آیا مثل کلیدیه به شکل کلمات و رمزدار و اینا مثلا؟ اینو میخوام توضیح بدم. بحث از کنم که حالا اسم اعظم رو من میگم که اینم به نوعی به هم مربوط میشه. این که اسم اعظم آیا از جنس لفظ کلیدی است که به هر کس بدی اون میتونه هر قفلی رو باز کنه؟ آره. یا نه از جنس حاله، کسی میتونه این کارو بکنه که تخصص لازم رو داشته باشه، اون شرایط لازم رو داشته باشه، یا هر دو؟ ما معتقدیم هر دو. یه خلبان میخواد پرواز کنه، اول باید خلبان باشه، رمز و راز پرواز رو این حال رو باید داشته باشه، این مقام باید داشته باشه. ثانیاً نیاز به رمز و کدهای پرواز داره که بتونه پرواز کنه. دقیقاً. این دوتا باید با هم باشه. دعا، اسم اعظم، اون ذکر، اون وردی که با اون ورد هر قفلی باز میشه که بهش میگن اسم اعظم. مثلا مثل بسم الله. بسم الله اسم اعظمه. با بسم الله هر قفلی باز میشه. پیامبر عرض کردن که اصحاب حضرت عیسی بسم الله میگفتن رو آب راه میرفتن. همین بسم الله خالی یا بسم الله الرحمن الرحیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. پیامبر فرمود اگر یقینشون بیشتر میشد بسم الله میگفتن رو هوا پرواز میکردن. عجب. پس با بسم الله اصلا هر کاری میتونه انجام بده. امام عسکری فرمودن بسم الله به اسم اعظم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. اینا کنار هم دیگه، فاصله ندارن. دیگه واقعا از این نزدیکتر نداریم. بنابراین خود بسم الله اون شاکلیده که هر قفلی رو باز میکنه. اما کی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که به قول پیامبر به اون یقین رسیده باشه. و هرچند یقین بیشتر باشه با این کلید میشه قفل‌های بیشتری باز کرد. پس پاسخ نکته دوم سوالشون اینه که بله اینها کدهایی هستن، رمزهایی هستن که بدون این رمزها انسان به جایی نمیتونه برسه. اما نمیشه این رمز رو دست هر کس داد که تخصص نداشته باشه. ما همه
اون کدهای پرواز رو بدیم به دست کسی که اصلا از هواپیما چی نمیدونه. مثلا این میمونه که ابزار یک کار تخصصی رو بدی به یک کسی که تخصص اون کار رو نداره. بله، همین مثالی که زدم نمیتونه ازش استفاده کنه دیگه. بله. دقیقاً همین مثالی که فرمودید. مثلا میخواد کسی که اصلا خلبان نیست بهش بگم شما اینو کد رمزدار این است، این مجوز پرواز مثلا، اینم اون کانال پرواز شماست، اینا بعد بشین حالا مثلا وسایل جراحی رو، مثلا جراحی قلب و همه رو آماده کنی بدی به یه آدمی که چیز مثلا فروشنده است، مثلا لازم تعریف فروشه، بهش بگن آقا تو بیا حالا مثلا قلب جراحی کن. وسایل من چیز دیگه این نیست. دو تا باید با هم دو تا باید با هم چیز اون کد باید باشه که اسمش اسم اعظمه. در واقع داریم که یاهو یا من لاهو الاهو اسم اعظمه. حالا این خیلی جالبه. من مدتی بود این پرسش برای خود من مطرح بود، توی کتابخونه مشغول مرور بودم و اینها، همینجوری گفتم یه کتابی رو باز کردم دیدم که اسم اعظم الهی نوشته. یکی از کاری که به اسم اعظم الهی خیلی نزدیک همین یاهو یا من لاهو الاهو، خیلی هم سند براش ذکر شده بود، خیلی جالب بود برام. لا حول ولا قوة الا بالله، از کنم یا حی یا قیوم، یا ذوالجلال و الاکرام، هر کدام از اینها فقط یادمون باشه دیگه اینا رو. حالا باز الان آقا میگن باز نریم شروع کنیم گفتن اینا، باید اون حاله رو اول کسب بکنیم. بله اینا رمزه، اینا کلیده، منتها کلید باید بلد باشه انسانش رو به کار بگیره. منتها باز خود اینا هم باز یه تقسیمی بینشون هست. بسم الله اسم عام بود، الله مستجمع همه صفات هست، تو الله همه چی هست، همه کمالات همه رمزها تو الله هست. بقیه اسما خوب هر کدام شما میخواید یک مریضی رو شفاش بدید نباید بگید یا ممیت و یا ممیت و یا ممیت مثلا اون ممیت مال جای دیگه هست، باید بگید یا ممیت امت مثلا اون دشمنان حق رو. اینجا باید اسم شافی مثلا استفاده کنی، یا اسم یا حی مثلا، نه یا ممیت. ایناش دیگه تخصص میخواد، اما الله مستجمع همه این هاست، همه اینها رو در بر داره. این هم یک نکته خلاصش این شد که بله این مطلب دو تا شرط داره، یک اون مقام، اون حال، اون تخصص و آمادگی و اون یقین لازم. اون یقینی که پیامبر فرمود اگر اون یقین رو داشتن میتونستن تو هوا پرواز کنن. اون یک. و دو این رمزها، اینا رو باید انسان بلد باشه و داشته باشه. با این دوتا انسان میتونه کار بکنه. اما میشه به دیگران داد؟ خیر. چرا؟ چون این حالو ندارن، چون تخصص رو ندارن. دقیقا مثال زدید شما، وسایل جراحی بدید به کسی که اصلا تخصص نداره، بگی برو جراحی کن. من چیکار کنم؟ بلد نیستم که. اسم اعظم رو بدید به کسی که اون مقام رو نداره، اون حال رو نداره، هیچ فایده نداره. باید به اون یقین برسه، بعد بسم الله گفت پرواز میکنه. یه نکته دیگه آخرش بود، آخر سوالو که دقت نکردم من. اتفاقا خیلی دقت کردین، چون این تیکه آخر من خودم یادم رفته بود. گفته بودن که به شکل کلامتون رمز با استفاده مستجم چیزی است که صاحب آن به دیگری هم میتونه انتقال بده یا نه. همین که فرمودید. بسیار. اساتید عرفان هم من شنیدم که شاگرداشون هر کدوم به درجه و مرتبه میرسن متناسب با اون حال و اون درجه همینطور ورد بهشون میاد. آره ذکری بهشون. خیلی ممنونم، استفاده کردیم، دست شما در. عوامی ندارین؟ محبت دارید، محتاج میدید. یه بار دیگه عرض بکنم برای کسانی که از اواسط برنامه دیدن، ما پنجشنبه هم در خدمت استاد هستیم. ما این برنامه به دلیل حجم زیاد سوالات